هیچ کس به ما مادرها نمیگه که گاهی توی دوران بارداری یه ترس عمیق توی دلمون هست. ترس از این که نکنه وقتی بچه‌مون به دنیا اومد نتونیم واقعا دوستش داشته باشیم، یا حتی بدتر نکنه اون ما رو دوست نداشته باشه. ولی دکتر الکساندرا ساکس، روانپزشک و نویسنده مقاله معروف The Birth of a Mother توی نیویورک تایمز میگه خیلی از مادرها این حس رو فوراً تجربه نمی‌کنن. طبق تحقیقاتش حتی تا 40% مادرها توی دوران بارداری یا حتی بعد از زایمان این ترس رو دارن که نکنه نتونن با بچهشون ارتباط بگیرن. دکتر ساکس میگه این احساسات کاملا طبیعیه و اسمش رو گذاشته maternal unbinding یا همون پیوند مادرانه. اما راهکار چیه؟ دکتر ساکس پیشنهاد میده که با خودت مهربون باشی و به خودت زمان بدی. در مورد احساساتت با یه دوست یا مشاور حرف بزن. سابسکرایب کن و کنارمون باش.